یکی از ابزارهای دشمنان ایجاد تفرقه است بین ما. البته در همه قشرها اشخاص فاسد هستند و نفوذ کردند و میخوان بین شماها اختلاف اندازند و نتیجه اختلاف را خودشون یا اربابانشون که اون ابرقدرت‌ها هستند ببرند. از وقتی ادبیات سنی و شیعه در کلمات آمریکایی ها ظهور پیدا کرد، اینجا کسانی که اهل فهم و دقت بودن نگران شدند، فهمیدن که یک کار جدید در شرف انجام است و تحقق پیدا کرد. متوقع نباشید که اونها بشینند و تماشاچی باشند. اونها مشغول فعالیت هستند. بعضی از اینها گفتن که ما باید در ایران بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنیم و کاری بکنیم که بعض اینها بعض دیگر را بکشن تا اینکه این حکومت از بین بره. لکن نقشه‌ای که امروز آمریکایی ها در این زمینه دارن نقشه خطرناکتری است. این آقایان فعلی حاکم بر آمریکا که میگن ما با اسلام موافقیم، با فلان فرقه اسلامی مخالفیم، با فلان فرقه مخالفیم، اینا دروغ میگن. اینا نفاق می‌ورزند و ریاکاری میکنند. اینا هم با اصل اسلام مخالفند. بیدار باشید و این نقشه شیطانی را خنثی کنید. شماها همه با هم برادر هستید و قرآن کریم قیل مسلمین عقد اخوت خوانده است. مؤمنین همه با هم برادر هستند. بدانید که اگر چنانچه همچه تفرقه خدای نخواسته باشد، این به سود نه شیعه تمام میشد و نه سنی، بلکه به سود کفار تمام میشد.